سلام دوستان، خوش آمدید به کانال کدنویس و خوش آمدید به یک درس دیگری از HTML. در این درس ما می‌خواستیم با شما درباره HTML لیست ها کمی صحبت کنیم و کمی با آنها کار کنیم. HTML لیست ها چی اند؟ برای ساختن مثلا یگام رسپیسان یا که یگام جدول دیگه برای خودمون، جدول روزانه‌ای که می‌خوایم کارهای هر روزمون رو نویسیم، ما میتونیم از HTML لیست ها مثلا استفاده بریم. یک مثال می‌نویسیم. برای نوشتن HTML لیست ها استفاده از تگ اوله استفاده بریم. این یک نمودی از HTML لیست ها باشد با استفاده بودن از اوله، تگ اوله. معنای اوله خود می باشد که unordered list با زبان انگلیسی، یعنی که لیست های چی پای هم چیده نشده. و بعد در درون تگ اوله ما می نویسیم که تگ لی تگ می باشد که از زبان انگلیسی لیست آیتمز گرفته شده است. همه چیزهایی که مثلا ما میخواهیم در لیست هم وارد کنیم، برای هر یک از اونها یک لی میسازیم. مثلا ما رسپیسان روزانه خود رو نویسنیم، مثلا یک میمونیم، نه یک نه، ادبیات می‌نویسیم. یک بار دیگر، دو بار دیگر، ادبیات زبان ما داریم و تاریخ. خیلی که شما میبینید در وبسایت ما با واسطه گذاشتن نقطه ها چه یک لیست ساختیم که پای در پای آنها معین نیست. مثلا پای در پای آنها را معین کردن با استفاده بودن چی رقم ها میشه. مثلا با جای نقطه ها 1 2 3 نوشتن، چی پای در پای آنها رو معین میکنیم. در اینجا ما یک رسم خورده برای خود ساختیم و اگر که ما خواهیم که رسم با رقم ها مثلا به جای نقطه ها رقم ها باشد، از چی استفاده بوده میتونیم؟ ما به جای تگ اوله گرفته تگ آل می نویسیم. تگ آل و تگ اوله تغییر به آل میتونیم. خیلی که شما میبینید رقم های ما 1 2 3 شد. من یک کپی کرده در بالا میذارم و تگ اوله رو به ابرد نمیگذارم. تگ اوله اولین چیزی لیستی ای ما عبارت ای چیز ادبیات زبان ما داره، تاریخ و نام رقم های وای ها گذاشته نشدن. در قسم دوم با استفاده بودن تگ آل ما رقم های اونها را چی گذاشتیم. آل از کلمه انگلیسی ordered list، یعنی اینکه پای هم چیده شده، یعنی اوردر کرده شده، لیست های اوردر کرده شده می باشد. و با استفاده اینها ما میتونیم برای خود رسپیسان روزانه خود را بسازیم و هر چیز دیگری که به ما نیاز است. و اساسا استفاده بردن این لیست ها بسیارتر در وقت ساختن وبسایت هنگام استفاده بردن چه ساختن نوبرها می باشند. نوبر چیست؟ اکنون به شما نشون میدم. نوبر HTML. من در جای یک مثال نوبر را برای شما نشون میدم. نوبر مثلا در وبسایت ها شما انیق دیدگی که اگر در آمدگی باشه چی است، در یکم جا در قسم بالا نوبر میگن همین چیزا. در اینجا نامی مثلا وبسایت همون ما می نویسیم، بعدش مثلا هوم جایی که صفحه اساسی ما، مثلا اگام فیوچرز آینده در چه چیزا ما میخواهیم بمانیم، عکس ها اگر که به مانند فیسبوک باشش ما میدونیم که در فیسبوک دروزی های اختار میتونیم چیکار کنیم ببینیم لیستشون. در همجا قسم ده مثلا به جای پرایسینگ میگذاریم چی فرندز مثلا، و وقتی که در همجا زر میکنیم ما چی میشه و قسم دوستامون لیستش میریم. در اینجا کم استفاده برای CSS برده شده، در این حال ما CSS استفاده نمیبریم، برای همون ما ساده مینمایم. در درس های آینده وقتی CSS را شروع میکنیم ما با همراه شما این خیلی نوبرها را خواهیم ساخت. و
در استفاده برای اوله ها یعنی لیست ها یک لیست دیگر با مانند لیست DL ما میتوانیم سازیم که اساسا DL از چیش از کلمه description لیست گرفته شده برای استفاده بردن وقتی یکم کلمه ها را میخواهیم فهمونیم وقتی لغت ها را فهموندن ما میتوانیم از description لیست استفاده بریم با استفاده تگ DL نوشته می شود در بین آن باشد دو تگ دیگه استفاده می شود یکی از آنها DT می باشد یعنی که D اولش از description گرفته شده است D دیگهش از term یعنی که description term نام اساسا description term چی باشه یعنی لغت اساسی چی باشه مثلا یک لغت گیریم هنزل مثلا هنزل و با استفاده بردن تگ DD هر دوش با معنای description می باشد چیکار میکنیم ما معنای هنزل رو میدیم یک تیره میگذاریم هنزل کدوی یابانی خیلی که شما میبینید هنزل در قسم پایینش که نوشته شده تیره کدوی یابانی اگر یک تا دیگر قاعده خواهیم گذاریم میگیریم یک تا دیگر دته میسازیم می نویسیم که پکه مثلا پکه پکه یک دده دیگه میسازیم چیکار میکنیم می نویسیم که پرسونال کامپیوتر پکچه پرسونال کامپیوتر و میخوایم که زیباتر شود ما تگ بی را که در درس های پیش نشان داده بودیم به شما استفاده بریم در جای لغت گرفته یک تگ بی را میکشویم در درونش چی می‌نویسیم هنزل اشکال شما میبینید با رنگ روشن نوشته شد تا اینکه معین شود و پکر رو نیز گرفته در درون تگ بی میگذاریم میگذاریم به وظیفه که شما باید انجام بدهید و بعد برگشته یک جای انجام میدهیم وظیفه که شما باید بکنین همه که در یک پاراگراف دارین که نوشته شده ما در و دو نقطه دارد در قسم لیست گذاشته شده که مثلا کانال یوتیوب فیسبوک اینستاگرام و هر یکی اونها به مانند سیلیکان که وقتی زیر کنیم چه کانال یوتیوب می روند دیگرش کانال فیسبوک و دیگرش کانال چه اینستاگرام وظیفه مشکل نیست امیدوارم که همه شما انجام دهید انتظاره امیدوارم که همه شما با آسانی وظیفه را انجام دادین و میگذاریم با یک جای چیکار کردن وظیفه را حل کردن در اول خط ما چی داشتیم یک پاراگراف داشتیم که نوشته شده بود ما در دو نقطه گذاشته شده بود و در زیر لیستی کانال ها ما نوشته بودیم با واسطه استفاده برای اوله برای که ما پریت که نو گذاشته بودیم فقط با واسطه نقطه و بعد با همراه لی و برای سیلکه کردن نوشته یوتیوب ما چیکار کردیم از تگ ا استفاده بوده چی می نویسیم یوتیوب و در درون حرف اتریبوت حرف ما سیلکه یوتیوب کانال میگذارم و یک تا دیگه لی میسازم برای چی کانال فیسبوک و تگ ا را باز استفاده میبرم در جا می نویسم فیسبوک و در لی https facebook.com و در قسم پایان دیگه برای اینستاگرام چی داشتیم سیلکه داشتیم با تگ ا را استفاده میبریم رفع می نویسیم اینستاگرام چه
https instagram.com месенджер. چقدر که شما میبینید در کانال همه چیز درست آمده. میشخم یوتیوب دا میروا کانال یوتیوب، فیسبوک همه کار کسه، اینستاگرام نیست چی کار میکنم. با همین درس مون با پایان میرسونیم. امیدوارم که شما به خود یگان چیزی گرفتین. اگر چیزی را باز نفهمیده باشید در کامنتاری نویسید، حتما جواب خواهیم داد. تا درس دیگری، خدا نگهدار.